درود بر شما تماشابینان گرامی. این لحظه با شما برنامه خبری تحلیلی پیام نیوز را من شوکت محمد برایتان تقدیم می کنم. پذیرا باشید. سرخط خبرهای امروز. شمس‌الله صاحبوف شرکت فراز را برهم داده برای نشستن به کرسی میر شهر دوشنبه آمادگی می بیند. در تعمیر و از نوسازی راه‌ها و پل‌ها مردم از حکومت بیشتر سهم داشته‌اند. مادر و تقاهای محمود جان فیض رحمان مسئول دفتر روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان را مقامات امنیتی تاجیکستان بازداشت و با خود برده‌اند. دلشاد نظرов قهرمان بازی‌های المپی ورزشی سبک به استفاده داپینگ متهم شد. امروز به رادیوی پیام یک نفر خود را کارمند دستگاه اجرایی رئیس جمهوری تاجیکستان توسط پیامرسان ایما تماس گرفته معرفی کرد و معلومات داد که یکی از سبب‌های برهم دادن شرکت فراز این است که قرار است بعد به کرسی ریاست جمهوری نشستن رستم امامعلی داماد دوست داشته رئیس جمهور امامعلی رحمان شمس‌الله صاحبوف که مالک شرکت فراز است به جای دادر عروسش رئیس شهر دوشنبه تعیین می‌گردد. نفری که خود را کارمند دستگاه رئیس جمهور معرفی کرد و این اطلاع را به ما داد نخواست که نامش افشا شود. حتی او با سکرت چت این همه معلومات را به ما داد. به گفته این منبع ما طبق قانون خدمتچی دولتی نباید صاحب کار باشد. بنابراین شرکت فراز را برهم می‌دهند. این منبع همچنین گفت برهمدهی شرکت فراز تنها فریب نظر است و چون نامش ورد زبان هاست محض همین شرکت را از بین میبرند. در اصل شمس‌الله صاحبوف تحت این شرکت 96 عدد جمعیت دارایی مسئولیتش محدود دارد. حالا بیشتر این جمعیت دارایی مسئولیتش محدودها را به جمعیت سهامی پوشیده تبدیل داده ایستاده‌اند و شمس‌الله صاحبوف غیر از تجارت سوزشواری تمام بیزنس هایش را حفظ خواهد کرد. همچنین صاحبوف نیت دارد به طور غیر رسمی تمام این شرکت ها را اداره کند. تفتیش این معلومات از منبع‌های دیگر به ما میسر نشد. پیام میکوشد روزهای نزدیک توسط منابع دیگر اطلاعات بیشتری در این مورد به دست آورد و دسترسی شما تماشابینان عزیز گرداند. ما اینجا نظری شراف‌الدین گدایف را که دعوای غصب مالکیتش از جانب شمس‌الله صاحبوف را دارد پرسیدیم. باید قید نمایم که آن ورسیه که شما گفتید شاید که بعد از رستم امامعلی رحمانوف همچون رئیس شهر شمس‌الله صاحبوف تعیین گردد و قطع شدن فعالیت شرکت فراز به همین ربط دارد. من فرضیه های دیگر دارم، چون خودی شرکت فراز صاحب ملک اصلی این امامعلی قواتوف بودند که از سال 2012 داماد امامعلی رحمان از جانب داماد امامعلی رحمان شمس‌الله صاحبوف این شرکت غیر قانونی غصب کرده شد و در این شرکت نیز مالکیت بنده هست که مالکیت ما نیز از جانب همین داماد امامعلی رحمانوف غصب شده است. و غیر از این خودی چندین شرکت هایی که در اطراف شرکت فراز هستند آنها در چند سال اخیر از جانب داماد امامعلی رحمانوف غصب شدند. یک مثال آخرین این غصب شدن شرکت امید 88 در سال 2018 پره که امروز تمام مالکیتی که در اختیار شرکت امید 88 بود و در دست صاحبوف شمس‌الله هستند. غیر از این خودی صاحبوف شمس‌الله در کشتار امامعلی قواتوف در استانبول 5 مارس سال 2015 که مقامات قدرتی تاجیکستان این را انجام دادند، در این کار خودی صاحبوف شمس‌الله مبلغ گذاری کرده است و در این کار بیشتر خودش دست داد. غیر از این در چند سال اخیر چندین تشکیلات‌های بین‌المللی با تحقیقات جنایت‌های اقتصادی شمس‌الله صاحبوف آغاز کردند که چگونه در لندن با فساد اداری و با پولشویی مشغول بود و چندین شرکت‌های ساخته‌ای که در لندن داشتند آنها نیز با
پولشویی مشغول بودند که اخیران شرکت خود را سال 2016 در لندن بستند و من فکر میکنم که این همه بازی ها و این همه سر و صداهایی که در اطراف این شرکت به وجود آمد و جنایت هایی که در طول این سالها جنایت های اقتصادی که در طول این سالها شمس‌الله صاحبوف صادر کرده است، اینها همه ربط دارند به قطع شدن فعالیت شرکت فراز و این صاحبوف شمس‌الله میخواهد با راه مکاری، با راه فریب و این شرکت را از نظر چشم مردم دور سازد و تا یک دوره‌ای که ما در پیش انتخابات پرزیدنتی داریم که این یک دوره حساسیت را به وجود می آورد و خود آنها نمیخواهند که همه مالکیت، همه آن دزدی غارتگری که در این طول چندین سالها کردند آنها را در پیش چشم مردم گذارند و میخواهند که با یک طرح نشان دهند که نه آنها با گویا که رقابت کردن هم میتونند و ما هم میدونیم که در بازار سوژواری تاجیکستان دو شرکت است، یکی شرکت گازپروم نفت است و دیگری شرکت فراز است. چگونه نمیتونست است و تمام واردات ها و معین کننده نرخ سوژواری در تاجیکستان خودی شرکت فراز است و آن فشنگ ها و آن اینسترومنت هایی که در دست شمس‌الله صاحبوف هست هیچ یک نفر نمیتوند با آنها رقابت کند و چون اینها فشنگ های دولتی را بالای آن صاحبکاران تطبیق میکنه و در تاجیکستان هم صاحبکاران مستقل وجود ندارد و همه صاحبکارانی که هستند به نزدیک و خانواده رحمان تعلق دارند. قبلا رئیس جمهور امامعلی رحمان دامادش شمس‌الله صاحبوف را با اردن شرف سرفراز گردانیده بود. گفتنی است 2 هفته قبل نامه این شرکت به کمیته انداز نشر شده که در آن گفته میشد سبب خود برهمدهیش در تاب‌آور نبودن به رقابت در بازار فروش سوزشواری است، در حالی که فروش سوزشواری تنها یک بخش فعالیت این شرکت می باشد. شرکت فراز چند بخش دیگر از جمله جمع‌آوری و فروش شیره کمال، شناسنامه‌های رانندگی و رقم‌های دولتی، ماشین‌ها، خدمات طبیعی و غیره را مونوپولی کرده در استحصال پازهر، بخش سیاحی، ساختمان، کان‌های معدن‌ها، بانکداری و دیگر بخش‌های فعالیت گسترده دارد. همچنین این شرکت دارای چند بازار بوده. سال گذشته مرکزی وفا سنتر را از ترک‌ها و لاتوسپورت را از صاحبکاران تاجیک غصب کرده بود. این شرکت استراحتگاه کوهی سفید دره را در اختیار داشته ماه قبل اکواپارک بزرگی را در پایتخت شهر دوشنبه افتتاح کرد. تصمیم ساختمان چند ترمینال اتومبیلی در 3 ناحیه شمالی کشور در ولایت سوخت و غصب زمین‌های کشاورزان به این خاطر نیز از اقدام‌های اخیر این شرکت است. شاید واردات و فروش سوزشواری را هم شرکت فراز با گذرانیدن به یک از شرکت‌های زیرتابعش حفظ می‌کرد، اما طبق اطلاع منابع پیام تفتیش گمرک قرقیزستان از طرف مقامات اتحاد گمرکی قاچاق سوزشواری از طرف صاحبوف توسط این کشور را آشکار کرده است. خبر دیگر هم امروز رسانه‌ای شد که منبع در قرقیزستان در گذرگاه‌های مرزی و مکان‌های رسمیات گمرکی نظام نظارت ویدیویی راه اندازی خواهد شد که از سوی دستگاه خدمات گمرکی این کشور به طریق آنلاین اداره می‌شود. با کمک تکنیکی روسیه در دایره روند پیوستن قرقیزستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا در 9 گذرگاه مرزی 472 دوربین نظارتی نصب کرده شده است. صاحبکاران و اهالی در تاجیکستان در 20 سال اخیر 5,500 کیلومتر راه‌های ماشینگرد را تعمیر و اسفالت پوش کرده اند. در این باره سامانه اوستا با استناد به وزارت نقلیات کشور خبر می‌دهد. در مدت 28 سال از زمان رسیدن به استقلالیت از حساب قرض و گرانت و بودجه دولت همگی 2800 کیلومتر راه تعمیر یا منفر شده‌اند. اما باید ناگفته نماند که در این مدت 5 نقب و 405 پل ماشینگذر ساخته و یا تعمیر گردیده‌اند. از پل گذرگاه‌هایی که مردم ساخته‌اند اطلاع داده نمی شود، اما از خبرهای رسانه‌ای شده در این مدت می شود تخمین کرد که شمار آنها از شمار پل‌های ساخته شده با مبلغ قرض گرانت کمتر نیست.
برای اسفالت پوش کردن 1 کیلومتر راه به حساب میانه 1 میلیون دلار آمریکایی مصرف می شود و می توان گفت که شهروندان تاجیکستان برای تعمیر و اسفالت پوش کردن راهها در 20 سال اخیر نه کمتر از 5 میلیارد دلار مبلغ خرج کرده اند. سهم دولت در ساختن و تعمیر و اسفالت پوش کردن راهها بسیار کم است. به حساب میانه در راههایی که از حساب قرض و گرانت‌ها ساخته و تعمیر می شوند، حکومت تاجیکستان 10 تا 15% سهم دارد. این هم در حالی است که سالانه میلیون ها دلار اندازه راه جمع آوری می گردد. در حال حاضر در کشور 11 پروژه در ساختمان و تعمیر راهها به مبلغ 497 میلیون دلار در حال اجرا شدن است. این پروژه ها ساختمان و تعمیر راهها و پلها را در بر می گیرند. از جمله این پروژه ها ساختمان و از نوسازی راههای دوشنبه سرحدی ازبکستان دور 2، باختر دوشنبه دور 1 و دور 2، کنگورد بلجوان خاورینگ می باشند. در چهارچوب این پروژه ها ساختمان نقب و پلها نیز پیش بینی شده است. طبق اطلاع وزارت نقلیات بیشتری پروژه ها اهمیتی بین المللی داشته به تاجیکستان امکان پیوستن با همسایه ها و برآمدن به بحر را فراهم می کند. وزارت همچنین قید می کند که انجام قسمی از این پروژه ها از جمله راه دوشنبه سرحدی ازبکستان دور 2 در سال جاری به نظر گرفته شده است. قسمی اساسی این پروژه ها از حساب قرض و گرانت ها عملی می شوند. گرانت ها را بانک آسیای رشد جدا می کند. قرض ها باشد از صندوق های عربی و دیگر اینستیتوت های بین المللی مالیوی گرفته می شوند. محمود جان فیض رحمانوف، مسئول دفتر روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان، از بازداشت مادر 63 ساله اش و تقاعد پسر عمه اش در صحیفه توییتری و فیسبوکی خود خبر داد. رهبر دفتر روابط خارجی پیمان ملی تاجیکستان در صحیفه توییتری اش نوشته است: مادر 63 ساله ام همراه با تقاعد پسر عمه صبح امروز در ناحیه جیهون از طرف کمیته امنیتی ملی تاجیکستان بازداشت شدند. حالا محمود جان فیض رحمانوف عین حال در خط علاقه با ما هستند. اگر می گفتید که تا حال یگان معلومات برایتان در این باره دسترس شده است؟ امروز به ما خبر رسید که صبح امروز مادر بزرگوار که 63 سال عمر دارند و گرفتاری مرض قلبی هستند، اون همراهی تقایم و یکی از خویشاوندان دیگر هم بازداشت کردند و در دفتر کمیته امنیتی ملی در ناحیه قمسنگی که اون زادگاه ما هست، اونجا حدود 4 ساعت اون معلومات در دست ما رسید 4 ساعت بازداشت کردن ولی تا حال هیچ خبری از اون نشد. ما بعد خبرهای بازداشت خویشاوندان فعالان و شرکت کنندگان در همین کنفرانس سه خویشاوندان اونها هم زیر فشار قرار گرفتن، از جمله خواهر کلانی استاد محیدین کبیری نیز مورد فشار قرار گرفت و داملای اسلام الدین برادر جنت الله کامل و دیگر فعالانی که در رفت کنفرانس سه فعال بودند. خویشاوندان آنها را مقامات تاجیکستان به خصوص مقامات امنیتی تاجیکستان زیر فشار و بازجویی قرار داده است و این همش دلالت به این میکند که تیمی که از تاجیکستان به اینجا فرستاده شد و تیمی که با همراهی اون به نام جامعه شهروندی که به اینجا فرستاده شد و هدفشان مهار کردن و روی سرخ برگشتن بود، وقتی که آنها ناکام شدند، در ما و شما که در این روزهای اخیر کنفرانسی سه قرار داریم، اونها دیگر مجبور شدن وقتی که ناکام شدن مجبور شدن از دیگر کارها، از دیگر راهها، از طریق فشار بالای خانواده ها این مغلوبیت خود، این شکست خود را تا حد جبران کنند. تشکر به شما. دعا میکنیم که همه گرفتاران به دست ظالمان را الله مهربان نجات دهد. مادر محمود جان فیض رحمانوف، مثنوی خان فیض رحمانوف، بار اول نیست که از طرف مقامات امنیتی تاجیکستان مورد فشار و شکنجه روانی قرار میگیرد. او قبلا هم چند بار با همین اصول بازداشت یا برای بازپرسی دعوت شده بود.
بعد یکی از شکنجه‌های کمیته دولتی امنیتی ملی تاجیکستان مثنوی خان فیضرحمانوف به فشار بلند خون بستری گشته بود. فعالان دیگری پیمان ملی و دیگر گروه‌های مخالف نیز از چنین فشارها بالای خانواده‌اشان خبر می‌دهند. سازمان مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک گرزانداز تاجیک قهرمان بازی‌های المپیک دلشاد نظروف را به استفاده داپینگ متهم کرده است. در این باره و چند خبر و رویدادهای دیگر همکارم امیر قیوموف گزارش می‌دهد. در 8 ماه سال جاری از تاجیکستان 411,000 نفر برای دریافت کار به کشورهای خارجی مهاجرت کردند که این رقم در مقایسه با همین دوره سال گذشته 26% بیشتر بوده است. بنا به معلومات وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان، تنها در ماه اوگوست 24,000 تاجیکستانی برای جستجوی کار به کشورهای خارجی سفر کردند که نسبت به همین دوره سال 2018 بیش از 10,000 نفر زیاد بوده است. کارشناسان مسائل اقتصادی دلیل روند افزایش تعداد مهاجران کاری را به بهبود وضع اقتصادی در روسیه و امضای سازشنامه‌های بین دولتی برای حمایت حقوق مهاجران در این کشور مربوط خوانده‌اند. طبق اطلاع رسمی سالانه 800,000 و بنابر آمار غیر رسمی سال بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان برای کار به روسیه می‌روند. از این جمله 17% را زنها تشکیل می‌دهند. دوام نیم ساله اول سال روان مهاجران تاجیک از روسیه به وطن بیش از 1 میلیارد دلار آمریکایی انتقال دادند. با اطلاع بانک مرکزی روسیه در 3 ماه اول سال روان شهروندان تاجیکستان که در روسیه کار می‌کنند به وطن 462 میلیون دلار ارسال نمودند. با خبر منبع از همه بیش مهاجران تاجیک در 3 ماه دوم مبلغ به تاجیکستان تحویل دادند. گفته می شود در 3 ماه دوم از جانب مهاجران مهنتی 649 میلیون دلار ارسال گردیده است. ضمناً بر خبر وزارت امور داخلی روسیه در قلمرو این کشور بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان کار و اقامت می کنند. وزارت امور داخلی روسیه می افزاید که تاجیکستانیان اصلاً به روسیه برای دریافت کار می آیند. محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه 24 سپتامبر با نشر یک پست توییتری نسبت به بیانیه 3 کشور اروپایی درباره حمله به تأسیسات نفتی عربستان واکنش کرد. 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان با انتشار بیانیه از نقش مسئولیت جمهوری اسلامی در حملات روز شنبه 14 سپتامبر به تأسیسات نفتی آرامکو در عربستان سخن گفته بودند. در بیانیه 3 کشور اروپایی که با امضای انگلا مرکل صدر اعظم آلمان، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا و امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه رسیده است، جمهوری اسلامی ایران مسئول حمله به پالایشگاه بقیق و میدان نفتی خریس معرفی شده است. محمد جواد ظریف از ناکامی کشورهای اروپایی در انجام تعهدات برجام سخن گفته است. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار یک پست توییتری اعلان کرده است که اروپا پس از خروج امریکا از توافق هسته‌ای در اجرای تعهدات خود ناموفق بوده است. سازمان مستقل مبارزه با پدیده‌های منفی در ورزش سبک اتلتیکس اینتگریتی یونیت گرزانداز تاجیک قهرمان المپیک دلشاد نظروف را به استفاده داپینگ متهم کرده است. نام دلشاد نظروف در رویخط ورزشکارانی که با گمان استفاده داپینگ موقتا از اشتراک در مسابقه ها محروم شدند و این سازمان روز 24 سپتامبر نشر کرده است وارد شده است. خود دلشاد نظروف هنوز به این اطلاع واکنش نکرده است. طبق اطلاع رسانه ها او حالا برای اشتراک در قهرمانی جهان در قطر قرار دارد. این سازمان ادعا کرده است که تفتیش دوباره داپینگ در مسابقه قهرمانی جهان در سال 2011 در کره جنوبی در نمونه دلشاد نظروف مواد ممنوع متابولیت تورینابول دهانی پیدا کرده است. قبلا پس از شرکت در المپیاد سال 2016 دلشاد نظروف از تشخیص داپینگ گذشته و هیچ داپینگ در خون او کشف نشده بود.
اینجا نهایت برنامه امروزی ماست. برنامه های دیگری ما را در شبکه های اجتماعی و پایگاه پیام نت پیگیری کنید. هر خبر و رویداد را شاهد شدید لطفاً به رقم 49 15 16 46 15 947 توسط پیام رسان های واتساپ، وایبر، ایما یا تلگرام فرستید. لطفاً مشترک شدن به کانال یوتیوبی ما و نوشتن نظر خود درباره نوار را فراموش نکنید. پخش تگمه معقول شده را لطفاً دریغ ندارید و همچنین پخش تگمه زنگوله به شما امکان می دهد که برابر نشر نوارهای ما در یوتیوب شما در حال باخبر شوید. در پناه الله بمانید. خیر تا روزی دیگر.